سلام دوستان، وقت شما بخیر. خوش اومدید به قسمت سوم از سری آموزشی زبان برنامه‌نویسی پایتون. من مهدی هستم و توی این قسمت قراره با هم دیگه انواع عملگرها، محاسبه با عملگرها، ساخت ماشین حساب ساده و گرفتن ورودی از کاربر رو یاد بگیریم. تا اینجا یاد گرفتیم متغیرها چی هستن و انواع داده رو با هم بررسی کردیم. اما خب داشتن متغیر بدون اینکه روشون کاری انجام بدیم فایده‌ای نداره. اینجایی که میریم سراغ عملگرها و با استفاده از اونها عملیات‌های مختلف رو روی متغیرهامون انجام میدیم. انواع عملگر در پایتون به 3 نوع محاسباتی، مقایسه‌ای و منطقی تقسیم میشن. عملگرهای محاسباتی یا ریاضی شامل عملگرهای جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، تقسیم صحیح، باقی مونده تقسیم، به توان رسوندن عدد، اینها هستن و از اینها میتونیم توی محاسباتمون استفاده کنیم. به مفسر ویژوال استودیو کد میریم. همینطور که مشاهده میکنید من مثالهایی برای درک عمیق‌تر اینجا وارد کردم. 2 تا متغیر ایجاد کردم، یکی با نام x و دومی با نام y. مقدار x رو 6 و مقدار y رو 4 قرار دادم. همینطور که میبینین به سادگی میتونم عملوندهای محاسباتی یا ریاضی رو بین متغیرهام قرار بدم و به اون نتیجه‌ای که میخوام برسم. برای جمع کردن 2 متغیر از به علاوه، برای تفریق از منها، برای ضرب از علامت ستاره، برای تقسیم از علامت تقسیم و برای تقسیم صحیح یعنی بدون اعشار از 2 تا علامت تقسیم کنار هم دیگه بدون فاصله و برای دریافت باقی مونده تقسیم از علامت درصد و برای به توان رسوندن از 2 تا علامت ستاره پشت سر هم استفاده کردم. اگر من این برنامه رو ران کنم همینطور که میبینین محاسبات رو به درستی انجام داده و برای من برگردونده. نیاز داره که یه مقداری تمرین کنین تا کامل روش مسلط بشین وگرنه هیچ پیچیدگی نداره. عملگرهای مقایسه‌ای عملگرهایی هستن که نتیجه true یا false برای ما برمیگردونن. کجا استفاده میشه؟ همینطور که از اسمشون پیداست ما برای اینکه بخوایم 2 متغیر رو با هم مقایسه کنیم سراغ عملگرهای مقایسه‌ای میریم یا سراغ عملوندهای مقایسه‌ای میریم. همینطور که مشاهده میکنیم برای برابر بودن، مساوی بودن از 2 تا مساوی کنار هم استفاده میکنیم. برای بررسی نامساوی بودن از علامت تعجب و مساوی استفاده میکنیم. بزرگتر، کوچکتر، بزرگتر مساوی و کوچکتر مساوی هم داریم که میتونیم ازشون در جای مناسب استفاده کنیم. دوستان دقت داشته باشید علامت مساوی رو بعد از علامت تعجب یا بزرگتر کوچکتر آوردم.
اجازه بدیم من اینو کامنت کنم. یه ویدئویی هم من درست کردم در مورد کامنت گذاری، حتما اونو داخل کانال مشاهده کنین که خیلی کاربردی هست و مهم و توی پروژهاتون اکثرا باید استفاده کنین. همینطور که مشاهده میکنین از عملوندهای مقایسه‌ای بین دوتا متغیر x و y استفاده کردم و با ران کردن این میتونین نتیجهش رو ببینید. خواستم بررسی کنه x برابر y هست که میبینین فالس رو برای من برگردونده، چون x من 6 هست و y من 2. خواستم بررسی کنه x نامساوی با y هست، میبینین که true رو برگردونده و گفته بله نامساوی هست. آیا x بزرگتر از y هست؟ بله true رو برای من برگردونده. آیا x کوچکتر از y هست؟ false رو برای من برگردونده، چون 6 بزرگتر از 2 هست، کوچکتر نیست. خواستم بررسی کنه آیا x بزرگتر مساوی y هست، همینطور که میبینین true رو برای من برگردونده و در آخر هم x کوچکتر مساوی y که میبینین false رو برگردونده و درست هم هست. توی پروژه ها ما از این عملوندها استفاده میکنیم و کاملا به درک عمیقی از اونها میرسیم. ما از عملگرهای مقایسه‌ای توی شرطها که قسمت بعدی راجبش صحبت میکنیم هم زیاد استفاده میکنیم. نوع سوم عملگرها عملگرهای منطقی که شامل and، or و not هستش. دو تا متغیر تعریف کردم با نام x و y که به مقدار x رو true و مقدار y رو false قرار دادم. بذاری من ترمینال رو پاک کنم. خب حالا وقتی من برنامه رو ران میکنم میبینین که x and y رو برای من false برگردونده. and چه کاری انجام میده؟ میاد بررسی میکنه مقدار x و y حتما باید true باشه تا true برگردونه، یعنی هر دوتا باید مقدارشون true باشه. اگر یکی از اینها مقدارش false باشه یا هر دوتا مقدارشون false باشه برای من false برمیگردونه. اینجا رو دقت کنید، الان یکی true و دیگری false هست که پاسخ false رو برای من برگردونده، عملگر and. حالا اگر من این true رو هم false کنم چه اتفاقی میفته؟ مجدد اجرا میکنم، همینطور که میبینین باز هم برای من false رو برگردون. حالا اگر من هر دوتا رو true کنم و مجدد برنامه رو اجرا کنم میبینین که پاسخ از false به true تغییر پیدا کرد. چرا؟ چون هر دو متغیر من true هستن. پس برای اینکه پاسخ true دریافت کنیم از and باید هر دوتا متغیر ما true باشن. اگر یکیشون false باشه یا هر دوتاشون false باشه برای من پاسخ false رو برمیگردونه. عملوند or چی کار میکنه؟ or میاد بررسی میکنه حتی اگر یکی از متغیرهای من true باشن برای من true برمیگردونه. اینو مجدد چاپ میکنم، میبینین که
2 تا true هست و پاسخ true رو برای من برگردون. حالا x رو میام false میکنم. مجدد برنامه رو ران میکنم. میبینین که همچنان داره برای من true رو برمیگردونه. حالا هر دوتا رو false میکنم. این دفعه باید به جای true false رو برگردونه. همینطور که میبینین چون هیچ کدوم از متغیرها true نبودن پاسخ false رو برای من برگردون. عملبند not چی کار میکنه؟ not میاد هر مقداری که متغیر داشته باشه رو برعکس میکنه و به ما نشون میده. الان اگر من مجدد اینو اجرا کنم y ما چی هست؟ false هست. پس باید true رو برای ما برگردونه. همینطور که میبینین مقدار true رو برای من برگردون. حالا اگر من y رو true کنم و برنامه رو اجرا کنم باید مخالف true false رو برای من برگردونه. همینطور که مشاهده میکنین همین اتفاق هم افتاد. حالا کجا ما از این استفاده میکنیم؟ مثلا من یه شرطی میذارم و میگم که 2 تا شرط میذارم مثلا و میگم که حتما باید کاربر این 2 تا شرط رو رعایت کنه. اگر رعایت کرد اجازه بده به مرحله بعد بره. اگر رعایت نکرد حتی یکیشون رو رعایت نکرد نذار به مرحله بعد بره. اینجا میام از and استفاده میکنم. یه جایی میگم که اگر کاربر یکی از شرط ها رو هم داشت و اجرا کرد اجازه بده که به مرحله بعد بره. اون موقع میایم از or استفاده میکنیم. حالا not رو کی استفاده میکنیم؟ من میام یه متغیری ایجاد میکنم و اون رو مقدارش رو false قرار میدم. حالا شرط میذارم میگم اگر کاربر این شرط رو انجام داد not رو اون متغیر رو به true برگردون و اگر شرط انجام داده نشده بود متغیر از false به true تغییر پیدا نکنه و هر موقع اون شرط منقضی شد و کاربر اون شرط رو رعایت نکرد مجدد به false برش گردون. توی پروژه ها ما از تمام اینها استفاده میکنیم و شما کاملا به درک عمیقی از این مفاهیم میرسین، ولی حتما بعد از دیدن هر قسمت شما باید تمرین خودتون رو انجام بدین. خب میریم به قسمت جذاب برنامه نویسی، یعنی تعامل با کاربر و گرفتن ورودی از کاربر. همینطور که میبینین من یه متغیر به نام name ایجاد کردم و با استفاده از تابع داخلی input عبارت از پیش تعریف شده در پایتون input اومدم از متغیر خواستم که نام خودش رو وارد کنه. بذار اینو یک بار با هم بنویسیم تا دقیقاً متوجه بشین که منظور ما چی هستش. متغیر رو تعریف کردیم و توی این متغیر ما میخوایم یک مقدار یا یک عبارتی رو از کاربر دریافت کنیم و اینجا قرارش بدیم. روشی که ما این کار رو انجام میدیم استفاده از اینپوت هست. ما عبارت اینپوت یا تابع اینپوت رو می نویسیم، پرانتز رو باز و بسته می کنیم و اینجا کار ما تمومه. اینو اگر برنامه رو اجرا کنیم
توی ترمینال میبینین که از کاربر میخواد مقداری رو وارد کنه. حالا برای اینکه ما به کاربر بفهمونیم که چه چیزی ازش میخوایم، یه سینگل کوتیشن یا دابل کوتیشن وارد میکنیم و هر چیزی که از کاربر میخوایم وارد کنه رو اونجا مینویسیم. من enter your name رو وارد میکنم و بعدش هم پرینت رو قرار میدم و ابتدا میخوام که کلمه ویلکام و بعد این متغیر هرچی بود رو برای من چاپ کنه. حالا اگر من اینو اجرا کنم، بذار من اول ترمینال رو مجدد پاک کنم. خب حالا وقتی اینو اجرا میکنم میبینین که اینتریور نیم رو آورده و از من خواسته که نامم رو وارد کنم. مهدی رو وارد میکنم و اینتر میزنم. میبینین که ویلکام و مقدار متغیر رو که خودم وارد کردم یا بهتره بگیم کاربر وارد کرده رو اینجا چاپ کرد. این روشی هستش که میتونیم با کاربر تعامل داشته باشیم و از کاربر ورودی دریافت کنیم. خب حالا میخوایم به عنوان تمرین یک ماشین حساب ساده رو بسازیم و از تعامل و ساخت اون لذت ببریم. همینطور که میبینین، اجازه بدیم من اینو کامنت کنم. همینطور که میبینین دو تا متغیر به نام x و y تعریف کردم و با استفاده از اینپوت خواستم که ابتدا عدد اول رو کاربر وارد کنه و بعد از اون عدد دوم رو که میخوایم روی این دوتا عملیات انجام بدیم رو وارد کنیم. حالا چرا من اینجا اینت گذاشتم؟ همونطور که قبلا هم گفتم اینت مخفف اینتیجر هست، یعنی مقداری که داخل پرانتز بعد از اینت میاد عدد صحیح هستش. چرا این کارو کردم؟ عملیات‌های ریاضی که ما انجام میدیم با عملوندهای محاسباتی یا ریاضی باید روی متغیرهایی از نوع داده‌ای اینتیجر باشه، یعنی یا عدد صحیح یا فلوت باشه، یا اینتیجر باشه یا فلوت باشه. حالا چرا من اینو اینجا گذاشتم؟ ورودی که مقداری که کاربر به عنوان ورودی به اینپوت میده همیشه از نوع استرینگ هست. حالا هر چیزی میخواد که کاربر وارد کرده باشه، عدد وارد کرده باشه، حروف وارد کرده باشه یا هر چیز دیگه ای به عنوان رشته و استرینگ تحویل پایتون داده میشه. حالا برای اینکه ما این استرینگ رو تبدیل به عدد صحیح کنیم تا بتونیم روش عملیات ریاضی انجام بدیم، اومدیم اینت رو ابتدا نوشتیم، پرانتز رو باز و بسته کردیم، اینپوت رو وارد کردیم، مجدد پرانتز رو باز و بسته کردیم و از کاربر خواستیم که عدد اولی رو یک عدد به عنوان اولین عدد وارد کنه و در متغیر y هم خواستیم دومین عددی که میخوایم بینشون عملیات انجام بدیم رو وارد کنیم. حالا من این رو اجرا میکنم. ازم خواسته اولین عددم رو وارد کنم، من عدد 4 رو وارد میکنم، اینتر میزنم. خواسته عدد دوم رو وارد کنم، من 6 رو وارد میکنم و اگر اینتر بزنم این عملیات هایی که اینجا نوشتم رو برای من
انجام میده و محاسبه رو به من نشون میده. همینطور که میبینین جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و توان رو برای من انجام داده. اگر من ترمینال رو پاک کنم و مجدد اجرا کنم میبینید که مجدد از من خواست عدد وارد کنم. این دفعه من عدد اول رو 8 وارد میکنم، عدد دوم رو 2 وارد میکنم. جمعشون 10 شده، تفریقشون 6 شده، ضربشون 16 شده، تقسیمشون 4 شده. میبینین که تقسیم صحیح انجام ندادم. مقدار اعشاریشو به من برگردونده. و توانشون هم 8 به توان 2 64 شده. اگر من اینجا بیام یک علامت تقسیم دیگه اضافه کنم و برنامه رو مجدد اجرا کنم، مجدد از من عدد اول همون 8، عدد دوم همون 2، میبینین که اینجا دیگه اعشار نشون نمیده. چرا؟ چون من خواستم تقسیم صحیح انجام بده بدون اعشار. این هم به عنوان یک تمرین خیلی کاربردی هستش. حتما خودتون تمرین کنین، جای عملوندها رو تغییر بدین، باقی مونده تقسیم رو با استفاده از عملوند درصد محاسبه کنین و عملیات‌های مختلف رو انجام بدین دیگه. این نوشتار رو تغییر بدین و یک بار اینت رو نذارین، ببینین با چه چالشی برمیخورین، مجدد اینت رو برگردونین، ببینین چه اتفاقی میفته و خلاصه که تمرین کنین تا کامل مسلط بشین روی این قسمت. خب توی این قسمت عملگرهای محاسباتی، مقایسه‌ای و منطقی رو یاد گرفتیم، مثالهایی رو راجبشون انجام دادیم، یاد گرفتیم که چطوری باید از کاربر با استفاده از عبارت اینپوت ورودی دریافت کنیم، تبدیل داده های ورودی رو انجام دادیم، داده استرینگ رو به داده اینتیجر تبدیل کردیم و یک برنامه تعاملی که یک ماشین حساب ساده بود رو نوشتیم. خوشحال میشم که اگر سوالی داشتین حتما کامنت کنین. در اسرع وقت پاسختون رو به صورت کامل و از سر فرصت میدم. اگر ویدیو کاربردی بود و دوست داشتین حتما لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندین. توی قسمت بعدی دستورات شرطی if و else رو با هم یاد میگیریم و برنامه خودمون رو هوشمند میکنیم. خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. تا قسمت بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.